إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز، موضوع امروز هم از سلسله حدیث های قدسی است که این دومین حدیث قدسی یا اینکه والله اعلم سومین حدیث قدسی است که در این شبکه گذاشته می شود. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند هر شب وقتی که یک سوم اول شب سپری می شود یا نصفی از شب سپری می شود، الله مهربان به آسمان دنیا می آید و می فرماید انا الملک، انا الملک، من فرمان روا و صاحب قدرت هستم، من فرمان روا و صاحب قدرت هستم. من ذا الذی یدعونی فاستجیب له، الله مهربان میگوید چی کسی مرا میخواند، یعنی چی کسی دعا میکند تا دعای او را قبول کنم. من ذا الذی یسألونی فاعطیه، و الله مهربان باز میگوید چی کسی هست که از من درخواست چیزی کند تا اینکه به او عطا کنم. من ذا الذی یستغفرونی فاغفر له، الله مهربان میگوید چی کسی از من طلب بخشش میکند تا او را ببخشم. فلا یزال كذلك حتى یضیء الفجر، میگوید این جریان همچنان ادامه دارد تا زمانی که فجر طلوع کند، یعنی تا روشن شدن این جریان ادامه دارد. و در روایت دیگر می فرماید وقتی که قسمت از شب یا یک سوم آن سپری می شود، خداوند به آسمان دنیا می آید و آنگاه می فرماید آیا کسی هست که چیزی بخواهد تا به او داده شود؟ آیا کسی هست که دعایی داشته باشد تا مستجاب شود؟ آیا کسی هست که طلب بخشش گناهانش را بکند تا بخشیده شود؟ تا وقتی که هوا روشن می شود این جریان ادامه دارد. منظور از حدیث این است که ما امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید نماز شب داشته باشیم، نماز تهجد داشته باشیم. با نماز تهجد ما کامیاب می شویم و در نماز تهجد بسیاری از دعاهای ما و شما انشاءالله با فضل و کرم الله مهربان مستجاب می شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.